سلام، بیایید یه نگاهی سریع بندازیم به نوآوری‌های کلیدی زیمنس برای صنایع سنگین تو سال 2025. خب ببینید، صنایع سنگین مثل نفت و گاز الان تحت فشار زیادی هستن که هم دیجیتالی بشن هم کربن کمتری تولید کنن. زیمنس هم با فناوری‌های جدیدش اومده دقیقاً سراغ همین مشکلات تا بهره‌وری و پایداری و امنیت رو کلاً یه سطح دیگه ببره. اولین نکته مهم، این همزاد دیجیتاله یا دیجیتال توین. فکرشو بکنید انگار یک کپی مجازی زنده از کل کارخونتون دارید. این یعنی میتونید همه چی رو شبیه سازی و بهتر کنید بدون اینکه ریسکی داشته باشه، اونم با داده‌های لحظه‌ای. مورد دوم، پردازش لبه صنعتی یا اینداستریال اج هستش. یعنی چی؟ یعنی هوش مصنوعی و تحلیل داده‌ها میره دقیقاً کنار دستگاهاتون. خب نتیجهش چیه؟ تصمیم‌های مهم خیلی سریعتر و امن‌تر گرفته میشن همونجا بدون هیچ تأخیری. و نکته سوم و آخر، توربین‌هایی که آماده استفاده از هیدروژن هستن. زیمنس توربین‌های گازی ساخته که خیلی بهینن و کم کم میتونن با هیدروژن کار کنن که سوخت پاکتریه. این خودش یه قدم خیلی بزرگه واسه آینده کم کربن تو نیروگاه‌ها و صنایع سنگین. پس خلاصه کنم، زیمنس داره با همین فناوری‌های دیجیتال، هوشمند و پایدار آینده صنایع سنگین رو میسازه.